سلام علیکم. و علیکم السلام. همی خانه سعدی بیزنسمن کو در بازار کاروان شماتکس لباسا سودا میکنه. همراه خونهش در کجا پا؟ خانه سعدی؟ اینه می خونه شونه. اینه 500. نه 500 ماشین شه. مالی رحمت اپا. چیکار پیش که؟ هیچ یک کارش داشتم. خب من میگفتم شاخه. وقتی میگم چه تا نمیتونی. باشه همه خونه‌ش ها. سلام علیکم. سلام علیکم. اکای سعدی جان سوزی سلامتی خوبه همه رحمت تنجی باور که کوفتر خونه تموردم که اینم اخرانای بزرگ گفتن که همین تریتوریا دای راست گپ همین جا اومدم هر چی یافتم تنجی باشه اکا تنجی خوکای دیگه اخی من همین روز یک پالتو گرفته بودم کو برای زن من میدونی همین روز ابتی دا گرفته بودم اکا جان بگی علیش کی زنم دا معقول نشد ای بچه چه معقول نشد این 9000 تومان مسته 9000 تومان ده خریدی اکا اوخای ما ها امیر 9000 تومان خریدم نه کی معقولش نشد چیکار کنم اکا خای که معقول چی نشدی کار شما ما علیش نمیکنم من بگیرم اکا این پالتو را خود تالیش نکنیم ما دگجا علیش میکنیم دیگه ای دودر تو پالتو را نه برا زن تا علیش کن ای بچه همی سعدی دیر میکنه دا الو ای بچه کجا شدی 2 ساعت پس روز میشه آخی بیا بریم دیر شید مال خمیدن که نامدم یعنی لباس میپوشم بیام مال خوب مال نوز میفرم آمد کنی بیا تست کن ها مردک ها دایدیس پیشا فاسون کدی کجا رفتستی چه کجا رفتم سنجو جیوی موزیکا رقص موزی جیوی موزیکاش چیه با چه اولم بیاری دختر کو رقص میکنن که رقص میکنن ما حالیت هم پول میچسبونم پول میچسبونی او چانس ما من 50 سوم هم که چسباندار میگیرم مردک جان نمیشه که ما در پیش رقص کنم همون پول دما بچسبونی تو رقص کار میتونی هو بچه تو چانس میچسبونم ای مردک جانه تا ای خدمی کو همین دستمی بچسبون میشوه کو رقص کن رقص کنم همین در حقیقتا راست میگفتیم چی راست میگفتیم مردک؟ همین مولی ارزان صفتش پس بدن یه منیشا چی میکنی دادری کالودیز؟ چی میکنم؟ اینجا بجا شوی من اوچم نبینم تو دادری همجا بجا شدم اوچم نبینم بجا شما مرده ای کفتر دری جور بوار نغالتیده باشه گفتم ای سادی چیکار کردی کارو را؟ ای تی کارو لیمون تیولی می یک یگون رو دی ماسه علاسه می ای کالودیز هم تله کاره میره هوشت میره دادری همی ای نمیتونن ای اما بستگیم خدمی جای بجا شوی خیمه اوخی کارو را حل کردم منی جون همش حل کردم یک کاری دیگه مونده همی اوتامو میفهمونم تمام خبینده سادی نمیخی ای سرم کنم خیلی خسگور اختگه یا تاش اومده 50 تا متر تا اومده 55 تا متر گفتم در کار نیست اما 8 تا خدم نمونم ای کجا 8 منی جون اون روز 500 تومان دو ارد روغن گرفتیم با مگه ارد روغن با توی مسال دیگه نمونه نه نمیمونه منی جون اینا میهولی میرم اوتامو میفهمونم فهمیدی همش میفهمونم تمام بومیون پیش شد مالا تا همینجا بشین ازم همینجا بشینم خط استراحت بیا اوتان خبری خوش ای ترساندی چی خبر دیگه مده کلون نکوید ما یافتم
کیو کلیم هوی نمی دختری همسایه کیو دختر همسایه منیجا منیجا او همی دختر گلی او تو دیونه چی تو سر زدگی که تو دختر میگیری ای او چه شبیه دختر شبیگی میدونی چه خیلی آیلان و رنگ بپز حال ببین نه که دختر اوتا گلی ایشه میگم نمیگن واش میگم نمیگن واش میگن نمیگن ای من همه رو میگیرم تمام ای بچه همه دختر تو حوزی میگیری کو پگه کلان میشه با عقل میشه کو با پشایمان میشه فهمیدی دختری گلی نمیتم تماورا نه من هیچ پشیمان نمیشم میگیرم شا ای بچه با گفته سامد کی همون را میگیری همون دختره پگه کلان میشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نفهمیدی از گپی مرا تو نه اگه موار لاوز کردم که میگیرم تا میگن همی مرد لاوز شالولای کو برای همو اخی مواد بعمه دیوای تو گپی مرا نفهمیدی سی با گفته سامتا که بچه میگیری همون دختره کلان بشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نمیفهمی گپی مرا تو اوتا یا بگم همه من کلان همشم کو با عقل نمیشم زنک همین عمر آدمیزادا میگم درو میگذشته یا این همین خیال میکنم که اون روزا توی ما اومده در نظرم که دین عقل توی اومده خب عمر آدمیزاد درو میگذشته هم خیلی خیال میکنم که همین توی من دین عقل بوده که ایره بین اون آدمیزاد تبین که نوجه بچه من سینف یک 7 ساله ای راست میگوی ای با بردش مکتب سادیرم بردم شا خچه دیوونه کده من مکتب نمیخونم من مکتب نمیرم گریه انا مکتب با دو آورده گفتم بچه درسکو تا بخون تو 12 رو عبید جواب میشی میای خونه بعد خب کرد خیلی گفته باشش نه است ای ده در تخت خیلی کن تخته؟ نشنیدی کم ساعت بی چنده؟ ساعت هم 12 شده ام سردی اومده گیو برا کن یه چی گیره کلستی بچه هم بیا جا؟ بیا خب کن من اجازه کن چون من دروغ گفته چی دروغ گفته؟ او گفته که مکتب تو آمده